You guys سلام علیکم بچه ها، امیدوارم عالی باشید. عالی اومدیم با هم دیگه شروع کرد. خب بچه اومدیم با هم دیگه بریم یک بازی خیلی خفن با اجرای بزرگترین گیمر امسال کیوان شادو. خب آقا بکنید قطعی بازی. آقا قراره با هم دیگه بریم یک پارت جذاب لعنتی از رزیدنت ایویل 4 با هم دیگه داشته باشیم. یک بازی ترسناک و هیجانی. خیلی سمنش هم ریدم به خودم. بابا نکن، تو میدونی من بچه جدی از حالا جلوتر بریم بهتون داستان خودم رو میگم و میفهمید که چه فوبیایی دارم و بریم سراغ چی؟ جونم دادم حالا یه چیزی که ببین من اینه ولی سخته. خب بچه ها میریم با هم شروع کنیم. اینو شروع کنیم با اول فصل. مای گاد اشتی اینا کیان دیگه؟ اصلا اینا رو نداشت قبلا. اینا رو اصلا داداش احساس میکنم ولی خیلی هم بد نیست. بازی قشنگی از نظر من. ولی بدبختم نظرش لاشی آخه مشتی بذار شروع شد. اول بسم الله. داداش این بود بازی چجوری تو هم سنه با اینا رو بازی میکردی؟ وای صدای لیون اسکندی حرف نزن من ریدم تو خودم. بذار یادم چی میگه. اوه این مال دوشه حاجی. این مال دوشه. اوه لباس پلیس اونجا پوشیده بود. واو یا فیده دیگه. بارو تمام. خواستم خاطره رو بگم اون موقع یه پلی 2 داشتیم حاجی. بعد ما این سی دی رزیدنت ایول رو داشتیم. بعد حاجی این بازی میکردی اصلا هر موقع بازی میکرد من نمیرفتم تو اتاق. کلا خواب بود یا اینکه میرم خودشون. بعد من میپردم تو بغل مامانم. بعد حاجی این به یه بار لاشی چیکارم کرد گفت یه کادو دارم واسه داخل اتاق. بعد این رفت قشنگ رزیدنت ایول روشن شبکه کستیش هنو یادم نمیره. صداشم تا ناموس برد بالا. هیچکی خونه نبود. قشنگ رو قسمتی که زامبی میخواست حمله بکنه آجی اونجا رو استاپ کرده بود. من رفتم داخل. بعد یه دفعه در رو بس لاشی هیچ موقع یادم نمیره سر تو بزنم. میخندی یادم اینجا رو کنی. این بعد رفتیم دنبال این چی بود اسمش؟ کن بابا. بعد اشلی آجی در رو بس من ریدم تو خودم. تا 2 روز داشتم گریه میکردم و شاشیده بود با خودشون. دهنتو گویدم بابا. خب میترسیدم چه ربطی داره؟ آدم که یه سری فوبیا داره مثلا الان باز مثلا فوبیام کمتر شده واقعا نسبت به قبل. نه تو الان بهتر. خب بهتر برو بابا. بالاخره مثلا الان دیگه باز کمتر شده. خیلی از بازیایی که مثلا قبلا نمی‌کردم میکنم. مثلا شاید همین تا چند سال پیش لاستافاز اومده بود من بازی نمی‌کردم. چند وقت پیش مثلا پارت لاستافاز گرفته بودم. اینجا چیزی نیست فکر کنم. دیگه اینجا صحبت جزایی بینشون رد و بدل میشه. چطوری داشت خوبی؟ چی گرافیکو ببین. لیون دادا نوکالتا اشراک. اینجا الان آره اینجا یه اتفاقی میفته. چه اتفاقی میفته؟ تو بازی نکردی؟ بازی کردی ها؟ نه بازی کردم اینجوری میخکوب بودم. اما بدتره. پلیسیا بابا من امیدم به توه. تو هم ریدی تو خودت. اینجا الان وای میسیم. لیون میره دنیا پرو برسم خارشو با یه لحظه آینه رو یه لحظه دیدم شاشیدم. یه لحظه توخمی زدم. خدا من بدتری مثلا نمیترسم. توهم تخمی زدم. آخه مشتی الان وقتی پیاده شدنه. آخه مشتی الان وقتی پیاده شدنه بینستون قرمز خودمونه. تو سر مارورو میکشی بس بیسمو بارگام شما ما حلش نیستیم مشتی سیکتیر. آخه مشتی الان وقتشه میخواد برینی تو این موقعیت. داره نگاه میکنه داداش همینجا دشویی کن یا همینجا نگاه کن. یا بابا کستیش رفته دشویی. بابا همینجا مسترابه تو بیا. داداش همینجا دشویی کن. جان مادر دقیقه دور رفتی. حالا دیگه رفت. رید
یا خدا مجسم مشتی فیل کن برگرد. یه بلایی الان سرش میاد اسم میکنم درم که باز شد. تو چونت میخوره ناموسم. واقعا میخوره. بعد میگن چرا بازی چی میشه؟ آخه مشتی من سیگارش تموم نشد. بازی چه سطح داری میکشی بوده دیگه. چوستو دارد به چوستو؟ آخه مشتی لیون جان مادر تو پیاده نشدی دیگه این باید پیاده بشه. آفرین راستین دیگه باید پیاده شه بره قضیه رو بیاره هم سرتش. داداش خوبی نوکرت هم باشه من میرم یه داده سرتت میکنم میام. دیگه از اینجا باید داداش کجایی؟ هستی داداش این فکر کنم از اینجا بایدش دیگه بخورم دیگه. این برو که رفتیم چپتر 1. من ریدم تو خودم. این صدای آهنگی چقدر افتضاحه. صدا داره میاد. چه صدایی؟ یا این زنا چیه؟ ای بدبخت آهو گوزنه. بابا مشتی 2 شب آخه چرا عاقل کند کاری؟ کلام صدای کلام ها میاد. چجوری بخوابم من؟ به من فکر کردی بیشور؟ نه مرسی. آره بازی تا آخر بره. برو نخور برو ناموسه. همه شب به زور من نشستم. من که میرم عقب‌تر داستان نشی برم. بابا برو دیگه برو. وای نسا بازی خودش اسلوموشنه با اون آهنگاش آدم میرینه تو خودش آدم تو دیگه برو دیگه. هلو سلام علیکم. هلو چه تو این بازی ها رو میکنی؟ این اصلش چرا در نمیده؟ شب باورتون نشه ولی بار اول نشستم رزیدنت ایول رو میبینم نه که بازی کنم بازی که اصلا نمیکنم. اون کیش که از ذهنتون بندازید بیرون. اصلا اول بار حتی دارم میبینم یه نفر داره بازی میکنه. کلید میخواد. باز بازی فکری شد. اینجا هرچی از همینجا اتفاق میفته. سلام دادا کسی هست صاف کنه؟ یا امام زمان. سلام دادا خوبی؟ ببخشید ما مثل گاف سرمون انداختیم اومدیم تو شعور نداریم دیگه. ببخشید یه سوال داریم ازت. گفتی؟ آره یه سوال داریم ازت فقط. اون دوست انتر ما کجاست؟ بالاخره اسلحه رو ما اون کیه؟ کشتیمش دیگه. یا حضرت تنها میکشتیش؟ عباس همه بازی شروع نشد. کلید دستمونه. خب برو دیگه برو در باز. پلیس این همین پلشته است که ماشین در اومد. آره دیگه همونه. وای نکنه زدم. خب من گفتم نرو همین دم جونه این درا رو باز میکردیم میشاشیدی سوار میشدیم میرفتیم دیگه. خدا رفتی دوباره دختره دیگه معرفی کنم دختر رئیس جمهوره. اشلی دختر رئیس جمهوره دیگه. نمیدونم دختر خیلی که هست اصلا مهمه دختر هر خر هر اسبی که هست. یا خدا یا عباد نفس عمیق بکشیم. نفس فعل بده. حاجی خود پشمکشه؟ کی پاسخ کنه؟ اونم گرفتن که بیرون. نیروی پشتیبانی نداریم. لیون بدبخت. حاجی با پشمکی یه داشت وینستون میکشیدم گرفتن. آره دیگه صدای همون بود. حاجی تناوب دار چیه؟ Escape from the hunter لاش من میترسم. ببین گفت ready weapon shot یعنی یه نفر قراره بجنگیم ها. صدا میگه والزه. حاجی یه صدایی داره میاد. صدا پا داره میاد حاجی. یا منفت به شرفت من بزن پشمن نمیتونم. چی میگی؟ ببین محترمانه به شرفت یه لحظه ریدم. میزنی شو بزنم. من همینطور ریدم تو خودم. تو دیگه بدترش نکن.
چقدر کیریه بدم میاد اصلا نمیتونم داداش راه برگشت نداریم فکرم همین رو باید بری میدونم نمیخوام بذار مرضی همه بازی خب مشتی خوبی همه بازی خب آخه تو که خواهی نداری آسیه آجی وای آروم برو اینجا که رفتیم که مشتی برگرد فکر کنم باید بزنیم بیرون از اینجا ببین صدا داره میاد به شرف خب چیکار کنم همینجا وایستا تا بیام این چیه جونمو زیاد کردم به علکی زدم صبح کنم کاش که میذاشتم وسط برسه برو خدا کنه تا اطلاع ثانوی زامبی نیم برو چپ صدای چی بود دوباره یه صدا داره میاد آروم برو حاجی نه یه دفعه میاد بابا آروم باش حاجی عقبت تو داشته باش برو بالا برو جا داره بریم ناموسن فقط داره صدا میاد تخمور شدم یا اول حاجی انا یه نفر میاد به قرآن انا یه نفر میاد من دل خوشی ندارم انا یه نفر میاد یا خدا آخه مشت میگه اعزار روح دارید بکارید و همه شم گذاشتید اونجا دختره است همین پلشته است که سرشو زدن میگم مگه سرش دختره نبود که زده بود دوباره کی میگردیم الان مال دختره میگردیم با اونی که ما سرشو زدیم کی بود چی میگه اونی که با تبر سرشو زدن مگه این نبود نمیدونم کی بود سفید بود اونم سفید اونم خوشگل بود اینم خوشگله نکنه باید بریم اینجا باشیم برای بچه CIA این هم بریم یا اول با شما پشمک ها چی میگید؟ چجوری؟ خدا رو شکر خودش بلده ما کاری نکرد خدا رو خودش بلده ببین دادا خود بشم فضات بشم تا جایی که خود بلدی خود برو بماچ باشی شبیه دکتره بود داخل هری پاتر ماره چی بود اسمش دکتر؟ ولدمورت انگ دکتر ولدمورت بود درست گفتم؟ نمیان بیون خدا رو شکر نمیان بیون خدا رو شکر ببین قدر دونستن زامبی نبودن اونا اگه زامبی بودن مثل خر خودشون رو مینداختن پایین بریم چیه دیگه بودو ولی ناموسن ترسناکی اصلا یه فضا و یه داستان دیگه واقعا آجی یعنی دستاسی کن بود یعنی مرسی از فشنگا آجی یه زمانی کراش یه سری آدم ها این بودن این چیه؟ چی بود اسمش؟ لیون بود اوکی تو زمان خودش لیون کراش دخترها بود بجی صدا میاد حاجی یه نفر الان این بابا نترسون من چرا به گوشم از صدا نمیاد صدا چیقو نمیشنوی؟ نه خود تو کردی؟ من صدا بود الان دارم میشنم ببین صدا کلاغه خب بابا میرین آدم تو خودی بابا صدا کلاغه دیگه اینا بلند شد تو کلاغه بابا اینقدر ندو برو مستقیم دیگه داداش همین راه بگی برو بابا نرو اینقدر جان داداش نرو اینقدر به خدا الان یه نفر میاد این که میاد خب حالا تا فعلا نیومده نگاه لا عوفه اینا آدم های محلی هن؟ بمیر باید یه دقیقه برو بالا سرش سبید زامبی ها نمیمونه اینا زامبی نیستن به یه چیز دیگه تبدیله اون راگون سیتیه که به زامبی تبدیل میشه وای پشت سرم وای دیگه پشت سرم آروم باش استرس وارد نکن آروم باش بزن با پا بزنه نمیخوره با چاقوی پایی بیستابی بیناموسی دلقکی با چی بزنه نمیزنه آخه مشتی مگه میشه با چی نزنه نکنه بریم جلوتر چند نفر خواستید بجنگیم اینجوری میخواد بجه خب با این بزن وایسا آروم باش شرفت یعنی داد نزن استرس بهم وارد بشه آروم باش نکش زنده ای آروم باش من حالا زنده آروم باش مشتی آروم باش یه دقیقه وایسا یه ببین دکمه ضربه کدومه چرا نمیزنه یا با پا میزنه فکر کنم من میشه چاقو تو در بیار یه دقیقه
چاقوی ماقوی چیزی نداری؟ چرا چی نداری؟ اینا چاقو نداریم. چاقو فعلا خوبه برده بید. مشتی اینقدر تیرات استفاده نکن. خوبه اوکی تو بریم. با چی داریم میزنیم؟ برو. این گلا خوبه. گلا خوبه. باشه یه فکر کنم داروی ماروی. اینم چیزه؟ ومپیون چیه؟ چنج وپن. اینو بگیریم یه بارم تا واسه وپن ومپیون میدونم کجا پرت کنم. کجا با پرت؟ بذار بیاد. به موقع با پرت کنی؟ آره. بذار بریم. الان الان داده بعد موقعی که فکر کنم شلوغ شد یه جایی پرت کن. حتما شلوغ میشه که مطمئنی؟ نمیدونم. یو آواجی دقیقه ببین به شرفت من الان اینجا رو برم. برو یه دقیقه اینجا دقیقه من نمیرم. میگه اینجا وایسیم دیده بانی کنیم. اینا نگاه کن. این کیه سلاخیش کرده؟ پلیس هست. خبری که تو ماشین برش داشتنه. آتیشش زده. آخه مشتی اگر مورم بگیری همین بدانم خواهی سرمون بیاری. داداش بیا این بازی رو بکشه جانه داداش. من حتی باید بشاشم رو خودم باورت شه ریدم تو خودم. چجوری من باید به تو ثابت کنم من ریدم تو خودم؟ الان بهت میگم. نزن ثابت نمیخواد بکنی. خب واسه یه جا که شلوغ شدن خب مشتی. الان شلوغه دیگه. کجا شلوغه؟ 2 تا بیشتر اینجا نیست. آروم برو. بابا به خدا ما با تو کاری نداریم. اما در میخوای بزنیم بیرو. السلام علیکم. نکن مشتی. یا اول خب حالا آخه گوزو میخوای چه غلطی بکنی تو که بلد نیستی؟ خب تیرا رو ریدم تو تیر زدن. حاجی فرار کن حاجی فرار کن. بدو ماشی حاجی اینا بیشتر از این صحبت ها. با فرار کن فقط فرار کن. ببین آروم باش فقط فرار کن. کجا برم؟ همینجوری دور بزن. چه میدونم تو نگاه کن. یه گوی بخور من نمیدونم داد بزن. برو آروم برو راست بپیچم چه میدونم برو دادتا که گوی میخوریم دیگه. برو همین حتما برو چه میدونم من استپم هم میپرسه میپوشه. حاجی در بسته است. فقط در بسته نباشه. آخه گوسفند چه شورونه. من که بیاد داداش تو ادامه بده. من بلد نیستم. با چی میدوه؟ بابا بده من برو ببین از اون رو برو راست الان میگیره پشمکت میکنه. ببین خب پس یه چیز منطقی راه برگشت که نداریم راه رفتم که کلید من میخواد چیکار؟ ببین راه رفت که نداریم راه برگشتم که نداریم همینجوری دور بزن تا به جا برسی. نمیدونم حاجی خب ما قراره تا کی همینجوری دور خودمون بدویم؟ آخه مشتی برو سیکتیر کن. چرا کاری ندارم؟ ببین اگه بدوی کاری باید نداره. خب تا کی ما باید بدویم؟ بدو همین برو تا تا کجا باید بابا اینجا ته نداره. برو بپر برو راستی چپ بیچه به قبرستون. حاجی پارکو کاریم مگه اینقدر داریم میدویم؟ بابا بدو به یه جاله میرسی به گوی میخوریم دیگه. بدو حاجی فکر کنم باید تا موقعی که چی بشه اینو یه جا دیده بودم راستی. باید همینجوری بدوی تا یه زنگ به صدا در بیاد. اون زنگی که به صدا در بیاد همشون وای میسن. باید همینجوری بدوی. بدو یادم افتاد اینو تو یه ریلز این استا دیده بودم. بدو فعلا بدو. آره باید انقدر بدوی تا یه زنگی میخوره بعد از اونجا چی میشه. فقط نباید بمیری تو این موقعیت. همینجوری باید فرار کنی. بزنشو یا گوخور لیا دهن تو گاییدم. چرا اصلش چیز نیست؟ چرا تفنگ نمیزنه؟ عزیز من به خاطری که چاقو تو برداشتی. این گاوه چیه؟ گاوه آزادش کن فکرم آزاد میشه نمیشه یا با اوناست. از کی شانس آوردی؟ یا ابوالفضل چرا زنگی نمیخوره؟ چون زنگی باید میخوردم. آخه مشتی ما تا کی با همینجوری دور خودمون بدوی؟ تو فرار کن جان داداش فرار کن. میشه نه؟ خب برو ای ریدم تو این زندگی. بگه
برگرد ریدی، برگرد ریدی. یا اول فر بزن با پا بزن یه چند تاشون رو با بابا تیرت هم تموم شد. عالی پسر، عالی. نداری تیر نداری، همین پوزیشن رو در برو، همین پوزیشن رو بابا جا خالی بده. L1 L2 L1 مرضی بزن. یه زهرمار همه چی گرفتم. همه رو که با هم نگیر. برو. نمیدوه بیساب نمیدوه. بابا تو که باب حاجی فکر کنم این ریلیز کسچر بوده واقعا you got to kill me. تو من چه گویی بخورم الان؟ من دیگه نمیتونم بیشتر از اینا. نرو اونجا، نرو تو اون اسب خونه، نرو. ببین حس میکنم. حس چی ده؟ حس داری کیه بکن. برو راست. زنگ خورد. آرو باش تموم شد. نه ریزه کسچه نبود خدا باشه. وای خدا مردم. کسچه خوب شد من نجاتت دادم. با زنازاده ها رو بخه خرکسته داره تو باید میشه حرکت اضافی نه هر صدایی از خودت ندی الان دارم میرینم به خدا. داداش من الان میگم چجوری به تو ثابت کنم دارم میشاشم میرینم. این بازی کرده ریده رو خودش. من که فوبیا دارم چی باید بگم خدایی حاجی تو ناموسن بابا جدی تو نیم ساعت یه ساعت دیگه میخوای بری بخوابی میخوابی. مشکل من اینه که دیگه من بعد دیگه نمیخوابم با چند روز بگذره بعد من بشینم فیلم خنده‌دار ببینم لاشی. ببین اصلا مشکلم با زامبی نیست، مشکلم با ژانرشه. مثلا لستافاز من بازی کردم، آنچارتد رو من بازی کردم، ولی ببین قیافه رو ایویل میفهمی چی میگم، اصلا ژانر. مثلا مشکل با زامبیا ندارم، مشکل اصلا سبک بازیه. سبکش خیلی تخمیه، یعنی عالیه ولی واسه ترسناکه، خیلی واقعی گرانه است. یا خدا چی میشه؟ چی میدونم الان اونا همش تو اونجا جا شدن. اونم شد کباب. یکی کباب کوبیده شد. تازه شروع شد. رزیدنت ای تازه بدبختی همون استارت میخوره و هندل باید کنم تازه. داشت منم بودم شونه هم گرفت. یکاش یادم نمینداختی باجی. تازه شروع شد. باجی آبه ما چند وقت پیشه؟ نمیدونم فقط باکس داریم آب میاریم میذاریم میخوریم. منم نمیریم جانم داداش. که بوی نمیدی؟ بوی که بوری؟ نه و خوبه طبیعیه یا خدا. خب نداریم کجا بریم؟ برو پیدا کن دیگه. مپ بیا اینجا اونجا نه ما اینجاییم. بابا سر این رو کجا افتاد؟ آخه پشمک نیفته رو دم دست. حواست باش این در ندارم. داشت هرچی هست با بری تمه ها. یو اول فصل که باید بریم اینجا هاجی. تایپر دیتر انقدر دور هم نه. این چیه؟ حالا برو به یه جا میرسیم مشتی برو. ببین چیز اینور نباید بریم، اینوری باید بریم دیگه. خب حالا برو اونوری، برو چپ، یعنی به مپ خودش میشه چپ. برو ببین خونه رو نگاه، این نقشه است فکر کنم این نرده اینه. بسو اینجا که هستیم الان. دست تو برده من ببینم. من اینجا که هستیم. خب با کی کار داری؟ کجا میخوای بری؟ جیو یه آرایشگاه برام الان توی وسط داشت با یه چیزی حواس خدا رو پرت کن. آره پرت کن اینجا چیه؟ خب آب دهنم رو قورت دادم کستیش از ترس دیگه خوش شده. یه لیت آب دیگه میخوام. خب کستیش خب ریدم تو خودم فکر کردم جزء بازی اینجوری اومدی پایین. گفتم الان همه زامبیا میریزن رو سر برای من از این کارا نکنید خواهشن. اشمک خروسا رو بکش چیزی بهت نمیدم. ضعیف مردم مریضن. واقعا مریضن. تو آخه مشتی به مرض داری. نگاش کن بدبخت شده. کمیر سرخ
آب نشد بابا این کتلت شد کتلتش بیارم بعد برو نمیدن آخه مشتی ما موقع رفتنی در بسته نبود خواستیم فرار کنیم کیریه دیگه همیشه خدا همینجوری اشتباه اومدیم با اونوری بریم اینجا بود که اومدیم وایسا اینجا اومدیم اما با بریم شدیم مثل من که مثل به خود هر پاساژی که میام بیرون یادم میره کدوم طرف اومدیم آجی شدی دقیقا مثل من حاجی فکر کنم اشتباهه به تو نرده رو نشون داد حاجی گاوه کتلت شده بود این چیزا همین گاوه که گفتم نجاتش بده نکنه از این بالا باید بپریم اونجا نمیتونیم بری بالا اینجا همینجا بود بیا اینجا همینجا بود اینو چی کار داشتن دیگه خب نکنه زنگ خورد اینم پشمک شد بیا بالا نمیتونی بپری مشتم یکی رو کم داریم تو رزنتی چی؟ خواهش نه حتما من اون نرده رو من میگم باید میرفتیم برو راست چه هستم اینجاست میریم بالا کجا بریم بالا؟ این بعد دوباره برمیگردیم بریم چه راه زیبایی داریم میریم آقا بیا برو اونو برو یه بار دیگه همونجا که رفتی بالا این کلیت میخواد کلیت میخواد یه نرده ای چیزی بگی برو بالا مثلا گزینه پریدن نداره مگه میشه اینجا هم که تازه اومدیم واسه چی آخه مشتی چی هست؟ میتونیم بریم بالا ولی نمیریم بالا میتونیم بریم بالا ولی فعلا قابلیتش واسه باز نشده یعنی مثلا چند وقت دیگه ان شاءالله زانوهاشو بده سیاه عمل کنم میتونه بپره چه خبره مشتی به نظرم برو داخل اینا داخل این خونه ها اینجا خبری نیست خب برو دیگه خونه پیدا کن برو توش دونه دونه خونه ها رو اون خونه هایی که بازه مثل این راه مثلا بالا رفتن نداره چیزی نیست خب این کنسل این کنسل برو خدا اون نرده کجا بود رفتی افتادی بعد ازش برو راست در هستی برو بیرون نواستون روبی خب الان اینا رو جمع کنم چیکار بکنیم شیافش باید بکنیم مثلا روبی بشه دردم میخوره الان برای خرید یا فروش چی میخوای بعد یه نفر از اینجوری باز میکنم تو پلی توش که اینجوری بود چی باز میکنم مثلا دختره یا پسر خیالت راحت مرد قیافه تخم کلفتی ها خب بعد همون دیگه باز میکنی چیز میز میفروشه؟ آره توش همه چی هست هر نوع اصله مسئله که بخواد بازه طرف باز کنم و همه چی داشته باشیم کل تو مل تا همه چی داره تیر و میر جای کم داد همیشه باشه اینجا پوری لوتن هم مثلا عجیبه کلیت میلیدی باید باشه کجاست داداش من میگم اون نرده رو برو بالا من دلم میشه بابا من نرده ای که رفتی بالا بعد با سر خوردی زمین اومدی خب دیگه تموم شد دیگه یه باره دیگه راه نداره شاید یه چیز تو اینا باشه اینا چی خبری شانسی گوه ما ورداری میرسیم بسته خب چقدر بزرگه مپه ببین ما اونجا نبودیم اینجا چپ خود این بر میریم توی ناپوسه داداش من نیفهم بریم بالا دیگه گفتم برو بالا دقیقه ببین چه خبر راه نداره میشه یعنی نمیتونه بیرو بالا شکسته ریدم تو این بازی ناموسم بابا این کلید میخواد 150 بار رفتی خب علاوه بر بیخوایگی چی هستی؟ خنگم هستی خب اینجا مبخونی مونم ضعیفه خدا دو این سال بابا برگردی تو داری میری جلو یکی رو برد اون که درش قلف بود میگم قفل بود
تو دنبال از غلطی رو افتادی دنبال حرفای میگه که او بسته است خود دیگه اون دره بسته است. این فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ اینم بسته باز شده به جهنم اصلا به درنگ بابا چه گیری کردین. ببین هرچی از درها بسته است بعد یه جایی بریم بالا. اینجا بالا این نه یکی میشه چجوری من میخوایم بریم بیرون؟ کلیدم و چونم کلید بیارم. کلید بابام کلید سازه نرم کلید سازه کجا کلید نگاه کنم. چرا همش کلیده؟ چند تا کلید چونم بیار یه شا کلید بدید همه رو باز کنیم دیگه. اوه کیرم تو آخه چونی خار کسه مادر جنده کسکش بابا بمیر دیگه حروم زاده. کلید دست این باید باشه این آموز دلقک هم مار وای کسکش آه بس دیگه انتظار همه چی داشتم. انتظار نداشتم دیگه خارکسته تو کمد بیاد از کمد بذار سرش بذار یوتیوب بذار سرش الوه پارت کنم. به بازی کثافت رو چی ببین اگه بخوایم داد بزنیم دیگه اصلا انقدر باید داد بزنیم که دیگه کلا گلو واسمون نمونه. دود شد. دود چی شالا دود به تو چشاش به تو چش بدخواهش بالاش چیزی نیست. حاجی به نظرم بذار اینا رو کنار. بذار کنار ترس و اینا رو بذار کنار. بریم تو دلش. بریم تو دلش حاجی بریم اصلا آی کاسکش نمیذاره آرامش بگیره. درد گرفتم برم تو دلش. بیارم که اومده بودیم ناموسنم من سر کدام سیری وقت آب خورده بودم باستی ریده تو تنظیمات بدنم حتی آب بدنم کم شده. بریم اینوری بیا بریم اینوری جنگ نمیدیم سرسری. بابا به خدا همه اینا رو ما اومدیم. میخوای یه دقیقه بدی به من؟ یه چیزی اسم میکنم تو این هست. چی تو این هست؟ یا فکر نزدیک برو راستش برو یه بار از این برش. خب وایستا این یکی رو برو چپ یه دقیقه برو راست برو راست داشت از این بخاری در نمیاد. برو چپ برو اینو مستقیم یه دقیقه دره رو برو. این رفتیم توی این کموده خواب خونه تو خونه که اون که کلید میخواد نشد. ما چی داریم؟ کوفت بانشا زاد هم نداریم ما بابا مشتیم. این یه چیزی ما نباید داشته باشیم که یه چیزی داشته باشه. نمیفهم چیزی بفهم. من تو کی داریم؟ آیسا میایم یه کی بهت داد فکر کنم. میایم اینجا داشت اینجا فکر کنم دور اینسای اینجا رو همه اومدیم دیگه نمیتونه اصلا برگرد. دیگه بسته تا همینجا دیگه میم تو خمور چکار کنم تو خمور شافش کنم تا اینجا کافی باید بریم برای ادامهش. چکار کنم خواهی باید اصلا چه این نره اونجا مشتی میگم باز نمیشه. دیگه استاپش کنم آنجا خواهی نگاه بخد نمیکشه نه من دیگه گیرم به خودم فعلا خیلی مثل جون خداحافظی هم ندارم مشتی تا همینجاش فعلا کافی. تو مروز اعصاب گرفت برو بعدی خوب بچه‌ها مرسی تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. اگر از این سری بازی ترسناک خوشت میاد حتما ویدیو ما رو لایک کن کانال ما هم ساب کن و تو کامنت ها هم بگو که ترس یعنی میترسی یا نه. همین دیگه داشت به صحبتی ندارم همینجا بدنم گرفته کنم.
خب ناموس یه سر دفعه کدوم من استرال از این آب خورده بدفوبیا اینو بودن. دارم که یه نفر هی بیاد تو صورتم، خب یعنی با مش میرم تو صورتش، هر کی مثلا باشه یه دفعه بیاد تو صورت بدم میاد. خب الان نصف معده‌ام درد گرفته، هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم. تا ویدیو بعدی شادو آوت.